السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پورتال اطلاعاتی تحلیلی خبرها ساکنان تاجیکستان و مسلمانان تمام جهان را با فرارسی ماه مبارک رمضان تبریک و تهنیت می‌کند. رمضان این ماه عبادت است، ماه بجا آوردن عملهای شایسته در راه پروردگار عالمیان، ماه اصلاح قلبها و عملها است. بنابراین هر یکی ما باید کوشش به خرج دهیم تا اینکه این ماه را طبق فرموده های اسلام حیات خود را با آن موافق گردانیم، هرچند در این راه به دشواری ها روبرو شویم هم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ماه رمضان که در آن برای راهنمایی مردم و بیان راه روشن هدایت و جدا ساختن حق از باطل قرآن نازل شده است. پس هر کس که این ماه را دریابد باید که در آن روزه بدارد و هر کس که بیمار یا در سفر باشد به همان عدد از روزهای دیگر. خدا برای شما خواستگاری آسانی است نه سختی و تا آن شما را کامل سازد و خدا را به آن سبب که راهنماییتان کرده است به بزرگی یاد کنید و شکر گویید. از الله صمیمانه دعا کرده می‌پرسیم که تمام نیکی ها را به خانواده شما و به عائله‌تان، به مردم ما و به امت محمد صلی الله علیه و سلم عطا فرماید. بگذار الله در این ماه همه گناه‌هایمان را عفو کند، ما را در دینمان استوار گرداند و از سنجش هایی که به سر مردم ما آمده است برای گذشتن قوت بخشد.